Assalomu alaykum mardumi sharif Tojikiston, uمیدوارم خوب هستید. یک شهروند جمهوری کامنتاری نوشته سهراب عادلیان عالم دین اسلام است. نه هموطن، اگر سهراب عادلیان پدلس عالم دین اسلام بود میبرمد میگفت مردم شریف تاجیکستان احترامانه خواهشتان میکنم اگر یک دولت دیگر رفته مثلا روسیه فدراتسیا را دینش کلتورش دیگه است کوشش کنید که اگه ضرری نرسونه но наоборот سهراب عادلیان ملت روس کفر است ملت روس حرمت نکنید در گیجو ملت روس خیانت کرده است اسلام دا در گیجو خیانتی که کرد ای کدس امریکا و Европа дагом درست نمیاد ایمینا زیدی دینی اسلام سهراب عادلیان پدلس میگه که مردم غزه سرخم نکرد پیش دشمنش سهراب عادلیان مردم غزه برای آزادی خودشون زیدی دشمن برای چه نبرده‌اند ایمینا برای سیم مجد اسلام عکس برای چه برده‌اند امریکا و اسرائیل میخوان مجد عکس چاپ کنن نو مردم فلسطین روزی نیستن اگر سهراب عادلیان پدلس هست سه چهار شکل دیگه این شکل‌های بنام علمای دین اسلام اگر مسلمان بودن در ماه شریف رمضان یک ماه مجد عکس محکم بود سخنی نکردن چرا فقط در دهن حرامی این شکل‌ها نام روسیه فدراتسیا است چرا برای امریکا و اسرائیل و اروپا گپ نمیزنن 4 روز پیش سنتر نیویورک прямой эфир در تیک توک و در فیسبوک как экстремизм запрещено است در Российской Федерации. چرا برای گپ نزنن چرا اگر در یادتان باشه 3-4 سال پیش یک شهروندی نوبالغی Российской Федерации کتاب قرآن دروند 8 سال سراغ گرفت و президент Российской Федерации برآمد بخشش پرسید گروزنی در سودش کردند یا که من دروغ میگم سهراب عادلیان 2 ماه ایام بورا فقط افیر کرد این شکل بانون مخالف 106 بار افیر کرد ویدیو افیر ای بورا خب هستند 450 میلیون در بین 4 روز فقط در فیسبوک اکستریمیسم запрещено است در Российской Федерации فقط در یک کانال просмотр است چی باید برای گپ نمیزنن چی با این شکلو نمیخواهند که فرزندای ما و شما اقلا خوانده و نوشته بتونن در بین 25 سال اخیر ایمنا پالیتیکای امریکا میگن که ما پروتیف هستیم که مردم دولت اسلامی پیش روند باید در عینی سنگین باید زندگی کنند چی با پدلسی سهراب عادلیان نمیگه که مردم شریف تاجیکستان دین اسلام علم است علم اخذ کنید چرا نمیگه این گفتن نمیتونم یا جان تشکر هموطنان عزیز